برای من برای تهیه گزارش برای یکی از نهادهای مدافع حقوق بشر بین‌المللی رفته بودم به محل تجمع آقای بروجردی که در کوچه سرو در اطراف خیابان انقلاب برگزار شد و شاهد صحنه‌ای بودم که اگر فیلم اون زد و خورد، باید گفت بله زد و خورد، از رسانه شما پخش بشود، شاید یک جنایت مانند صحنه‌هایی که در یک فیلم جنگی شما مشاهده می‌کنید با ماشین‌های تخریبگر تمام درب تمام منازل مسکونی درون این کوچه سرو رو شکستن، گاز اشک‌آور لیک کردن. کوچه سرو اسم زیبایی است، با ماشین بفرمایید، با ماشین تخریبگر. من نمیدونم این ماشین غول‌پیکر چه بود، ولی یک نوک پیکان مانند این ماشین ها داشت که این ماشین عقب میرفت و میکوبید به درهای خونه های مردم، میشکستن و گارد ضد شورش در ساعت 4 صبح برخلاف وعده یکی از افسران پلیس که قول آزاد کردن این افرادی که آمده بودند به کوچه سرو برای اینکه نگذارن آقای بروجردی رو دادگاه ویژه روحانیت بازداشت بکنه، اما سرکوب کرد.